سلام بچه‌ها، امروز اومدم بهتون نحوه درست کردن دوش رو بهتون بگم. بچه‌ها حتما یادتون نره که منو لایک و ساب و فالو کنین. و بچه اول به اینا نیاز داریم، به این وسایل نیاز داریم. بچه اول باید یه دونه دیوار اینجا بزنیم. به لحظه رو بکن. یه دونه دیوار اینجا بزنیم. یه دونه دیوار اینجا بذاریم. بچه بذارین من یه لایک بخوابم، شما صبح بشه که نمیخوابه. بذار ببینم اینجا به خاطر اینه که نمیخوابه. بریم یه جایی بخوابیم بچه ها. من میرم بخوابم، یه لایک بعد بیام زود درستش کنم. یه لحظه بچه خوابیدم، یه لحظه بیدار شدم که بهتون بگم استرال نحوه درست کردن شد. خب بچه خب بچه گفتم اینجا یه دونه یه دونه نه اینجا نیست، بذاریم اینجا درست یه دونه دیوار درست میکنیم. اینجا یه دونه دیوار درست میکنیم. خب من میخوام مثلا دوشم از اون بالا باشه تا این پایین، از اون بالا. خب اینو یه اینطوری میذارم. بعد اینطوری که گذاشتم دنش تو پایینه، اینجا رو میکنم، یه دونه از اینا میزنم، از اینا اینجا میذارم. بعد اینجا و اینجا رو میکنم و اینجا میام یه دونه تو اینجا یه دونه از این کلیدا برمیدارم. بعد بازم اینجاش از اینا میزنم و اینو میذارم. خب وقتی به اینو بزنم اینو روشن میشه و آب میاد. خب بچه بعدا اینو زنیم، این آبو میذاریم توش. بعد اینجا یه دونه جا میذاریم. بعد میبینید مثلا اگه شما خواستید میتونید اینا رو بذارید که خوشگل تر باشه. بذارم اگه خواستید میتونه خوشگل تر باشه. مثلا میتونید اینا رو برای تزیینی بذارید. خب بچه من گذاشتم و وقتی میام اینو میذارم تو اینجا میتونم همون خوب بکنم. بذارید ببینم من میتونم همون خوب بکنم. و وقتی همون میتونم بکنم و وقت اینو دوبار بزنم آبم جمع میشه و وسطم چیزی نمیشه. و به این راحتی میتونیم یه دونه دوش داشته باشیم. و حتما و امیدوارم که از این فیلم خوشتون بیاد و خدا نگهدار.